سیدعلی که فکر میکرد با حذف کوسه مرداب انتخابات رو صاحب شده، یهو دید ای دل غافل، دم کوسه از یه جای دیگه زده بیرون و داره لنج انتخابات رو میکشه سمت خودش. عظما که از ورود مستقیم به معرکه چشم میزد، کاندیداشو با یه نوحه خفن به بسیجیاش معرفی کرد. ای معلم عبادات، تویی قبله حاجات، دعا کن برای کشور ما تو انتخابات. ای امیر عزت و شور، تویی منبع قرون، دعا کن یه بچه هیئتی بشه رئیس جمهور، دعا کن یه بچه هیئتی بشه رئیس جمهور. بگم چی باز بدون هیچ دلیلی میزدم به عدو سیلی، رای میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی. با دل غرق سرور و اشتیاق منتظر 2 روز دیگه میشینم. من فقط میخوام که بعد رای گیری خنده رو لبای رهبر ببینم، خنده رو لبای رهبر. باز بدون هیچ دلیلی میزنم به عدو سیلی، رای میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی، رای میدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی. رأی عظما خورد به تیر دروازه و یهو تا به خودش اومد دید کوسه زده و برده و زیر پای ولایت رو خالی کرده. انتخابات که این باشه، انعکاسش توی تیویش هم همچین چیزی از آب در میاد. یارو خودشو میکشه تا بگه تنفیذ، آخرم میگه تنظیف. دیدارهای بین المللی دکتر روحانی بین مراسم تنظیف و تحلیف. امروز تحلیف در مجلس شورای اسلامی. دیدارهای بین المللی دکتر روحانی بین مراسم تنظیف و تحلیف. بینندگان گرامی، با عرض پوزش اصلاح میکنم. امروز تنظیف در مجلس شورای اسلامی، دیدارهای بین المللی دکتر روحانی بین مراسم تنظیف. البته حرف درست رو همین زد. این نظام با این تیوی ریشش یه تنظیف اساسی میخواد، چه شیخ فری و دولت اعتدالش، چه این تیوی ریش با این برنامه‌های آشغالش. بچه عزیز سلام، به برنامه شونه به شونه خوش اومدید. تکرار کنید. حالا نوبت میرسه به سوتکستان مجریای تیوی ریش که هر کدوم رو دست اون یکی بلند میشه. بینندگان عزیز و ارجمند، گفتگو رو ادامه میدم. یه مراسم پرماجرا و چند سوال بی جواب. خب اما به خاطر اشکالاتی که در پخش امشب و یه مقدار به هم ریختگی در متن خبرها ایجاد شد از شما عذرخواهی میکنیم. خبر داد بورس آمریکا در خطر ورشکستگی قرار دارد. به گزارش این خبرگزاری با کاسته شدن از ارزش سهام تو اتوبوس مشنگای نظام همیشه یه صندلی واسه بزبز قندی رزروه. سالی به 12 ماه جون میکنه که برای خرابکاری های نظام تئوری پردازی کنه. النهایه تو امتحان پایان دوره یه بسیجی همچین یادداشتی واسش میفرسته. یکی از دوستان نوشته که پروردگارا ماه رمضان را همانند جام جهانی هر 4 سال یک بار و هر بار در یک کشور برگزار فرما و ما را هم در مرحله مقدماتی حذف بفرما.
هیته رزخونی بزبز قندی بیشتر داخل کشوره، اما یه مشنگای دیگه هم هستن که تو عرصه بین المللی سوت میزنن، مثل این آیت الله عمده اعصابه که روی اعصاب بیننده خط ترمز میکشه. Our holy land is Karbala. Our holy land is Karbala. The whole world is within Azan. The whole world is within Azan. مخلوط دوتا مشنگ قبلی میشه اعجوبه‌ای مثل این مشنگ که هم داخلی کار میکنه هم خارجی، هم مخ بچه ها رو میریزه تو فرقون. مثلا میخواد بگه خیلی بامزه است. ترسی تاکسیدو بگید. ترسی تاکسیدو نه. ترسی تاکسیدو. آره ترسی جون. خیلی ممنون. نه آره ترسی جون. نه آره ترسی جون. بهتر شد. واقعا عجیبه. حالا من از 2 تا جوجه میخوام برای شما یک قصه بگم. هر کی تشخیص داد دست بالا کنه. تیک 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 تیک. سال گذشته سال رو شدن دزدی‌های میلیاردی آخوندا در جنگ گرگا هم بود. برای ماسمالی کردن این به چاپ‌ها آخوندایی مثل این آخوند شکنبه تو تیویریش مشغول روایت تراشی و روایت بافی هم. اگر کسی بره در مغازه قصابی انگشت روی گوشت بگذاره، به قصاب بگه از اینجای گوشت به من بده و قصاب ناراحت بشه که چرا این آقا بهداشت رو رعایت نکرد، انگشت رو گوشت من گذاشت و گوشت رو کشید و داد و برد. اون مقدار چربی چسبیده به انگشت و قیامت خدا حساب میکنه. در پایان یه رقابت فشرده داریم در رشته هنرهای سنگین با ماشینهای سنگین. اولیش کوچولوترین راننده لودر دنیاست که لودر رو مثل موم تو دستش گرفته. کی گفته که نمیشه با ماشینای سنگین کارای ظریف کرد؟ ایشون کردن و شد. Que essa aqui vai ser a última do vídeo. A última parte do vídeo. Vai ter de 10. اما همه اینا یه طرف، لودرای بندر یه طرف. آهنگ بندری رو که بذاری لودرم به رقص میاد. ساختم ما برشتم که دیشانو نوشتم آیه تاکسی بیام شوفر برو مالکی مشکم ما ساختم ما برشتم که دیشانو نوشتم آیه تاکسی بیام شوفر برو مالکی مشکم جونا ماشالله
مسختم مو برشتم که دیشانو نوشتم آیه تاکسی بیام شوفر برو مالکی مشکم مسختم مو برشتم که دیشانو نوشتم آیه تاکسی بیام شوفر برو مالکی مشکم جونا ماشالله مسختم مو برشتم که دیشانو نوشتم آیه تاکسی بیام